گناه ما را از همدیگر و از خدا دور میکند. آدمان خودسرانه گناه میکنند و باید برای کردارهایشان جزا گیرند. پس برای چی خدا نمیگذارد که آدمان خودشان این را حل کنند؟ خدا محبت است که حیات میبخشد و از این رو او آدمان را آفرید تا که همراهش باشند. اما انسانیت مقابل اراده خدا روانه شد و به گناه کردن شروع کرد. گناه ما را از خدای حیات بخشنده جدا میکند. آن مانند ویروس از نسل به نسل میگذشت و در میان آدمان جدایی اندازی را پهن میکرد. خدا از زمانهای قدیم به واسطه پیغمبرانش گپ میزد و به آدمان عهدها را میداد تا که از آنها پیروی کنند، اما آنها عهدها را رعایت نمیکردند. رعایت نکردن عهدها گناه است. مزد گناه مرگ است. از بس که خدا مقدس و عادل است و همیشه موافق فطرت خود عمل میکند، او با عدالت به سازش نمی رود و باید گناه را داوری کرده جزا دهد، نه بلکه هم تو به عملهای بد آدمان چشم پوشاند. مگر این در دست ما نیست که سزاوار بخشایش خدا شده از داوری رها یابیم؟ نه، مشکلی در آن است که آدمان نمی توانند تمام عهدهای خدا را اجرا کنند و از گناه دست کشند. نه خودی ما، نه کارهای نیکی ما را سفید کردن نمی توانند. به نظر می رسد که ما محکوم شده ایم، اما خدا نمی خواهد که آفریده او تلف شود. او رحیم و مهربان است و می خواهد ما را بخشد تا که ما حیاتی پر ارزش داشته باشیم. در طول عصرها از پیغمبر ابراهیم سر کرده خدا نقشه نجات خود را آشکار میکرد و وعده میداد که فدیه گذار را روان میکند، همان را که میتواند برای گناههای آدمیزاد جان نثار کند. این فدیه گذار عیسی است. او از جایگاه جلال خود به زمین فرآمده آدم شد و حیات بیگناه را از سر گذرانید که آدمان نتوانستند این طور زندگی کنند. عیسی مسیح گناههای ما را به خود گرفت و توسط مرگ خود برای ما فدیه شد. مرگ او را باز داشته نتوانست و عیسی از مردگان احیا شده مرگ و گناه را غلبه کرد. این به ما امکانیت می‌دهد که مناسبتمان را با خدا برقرار کنیم. خدا ما را دوست می‌دارد و از برای آنکه آدمان قابلیت فدیه کردن خود را ندارند، عیسی آمد تا که ما را از گناه و مرگ فدیه کند و ما با خدا زندگی کرده توانیم. برای آنکه ما از مناسبت‌های برقرار شده با خدا حلاوت بریم، ما باید آن قربانی را که عیسی برای ما کرد قبول کنیم.